روز بخیر. خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی پیشنهاد شما میکنیم. امروز 27 ایون است و سرخط بعضی از موضوعها. در راستای تجلیل 20مین سالگرد روز وحدت، پرزیدنت تاجیکستان جنگ شهروندی را تحمیلی و فتنه و دسیسه نیروهای بدخواه داخلی و خارجی نامید. در چنین وضعیت ما را ضرور است که برای تربیت نسل‌های آگاه و بیدار تلاش نماییم. مقامات اوکراین میگویند در شهر کیف بر اثر حمله تروریستی یک افسر ریاست اکتشافی وزارت مدافع این کشور کشته شد. و در نتیجه باران و سیل زیادی شام دیروز در یکی از روستاهای شهر پنجکند 16 منزل آسیب دیده است. امامعلی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در آستانه تجلیل از 20 سالگی امضای سازشنامه صلح تاجیکان که به جنگ 5 ساله شهروندی خاتمه گذاشت در پیام جنگ داخلی را تحمیلی و فتنه و دسیسه نیروهای بدخواه داخلی و خارجی نام برد. در شرایط جهانی شوی با حیات جامعه وارد شدن عنصرهای فرهنگی بیگانه و وسعت گرفتن فعالیت هر گونه حرکت و سازمان‌های تندرو و ارتجاعی ما را وادار می‌سازد که به خاطر حفظ و گسترش ارزش‌های نیک ملی چاره‌های مؤثر اندیشیم. منقدان حکومت تاجیکستان میگویند در سالهای اخیر در استراتژی سیاسی کشور نقش تامین امنیت و مبارزه با افراطگرایی دینی بالا گرفت و آزادی‌های سیاسی محدود شد. در همین حال امروز ساکنان تاجیکستان روز وحدت ملی را در مرکز شهر وحدت تجلیل کردند. امضای سازشنامه استقرار صلح در 20 سال پیش میان امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان و سید عبدالله نوری رهبری اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک توانست که به درگیری‌های شدید در تاجیکستان پایان بدهد. در زمان جنگ شهروندی روزنامه‌نگاران تاجیک توسط برنامه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی سعی می‌کردند مردم پراکنده را به دیدار هم رسانند. یکی از چنین برنامه‌ها خاک وطن بود. من فیض‌الله و حبیبه در ناحیه کویبشوف زندگی داریم. شوهرم فیض‌الله سنگ محمد از ماه دکبر باز بی‌درک است. از سال 1993 تا سال 1997 از این استودیوی رادیوی تاجیکستان برنامه خاک وطن پخش می‌شد. اولها تاجیکان بی‌وطن گشته را می‌دیدیم و پروایی نداشتیم. در تاجیکستان جنگ شهروندی ادامه داشت. این برنامه برای مردمی که سال 1993 از تعقیب سلاح به دستان از تاجیکستان به افغانستان فرار کردند تهیه می‌شد. تاجیکستان اشک می‌ریزد. اشک برای فرزندان عقل گم کرده و تشنه خون برادر گشته. تاجیکستان اشک می‌ریزد. ما فرزند شما فرزند ما. در روزهای اول شمار پناهندگان در افغانستان 90,000 بود. 30,000 آن مستقلانه به غرب و بدخشان برگشته، 60,000 دیگر در آنجا ماندند. مردم ما جایی را انتخاب کرد که در اونجا هم جنگ بود. هر لحظه هر یک دقیقه یک حادثه شدنش ممکن بود. سازمان ملل متحد با حکومت تاجیکستان و رهبران پناهندگان مسئله برگردانیدن پناهجویان تاجیک را به میان گذاشت، چون که وضع امنیتی آنها تشویش آور بود. در کمپ سخی وقتی که ما به لاگر گریزو میرفتیم و درون خیمه های آنها رو ما دیده بودیم، در حقیقت جایی که ما گفتم که قرار گرفته بودن آنها اونجا رو دشت ماران میگفتن. این به سبب نبود، چون که در حقیقت یک دشتی که در تابستون نهایت تفسون، در زمستون نهایت سرد بود و در همین شرایط مردم عمر بسر میبودن. ماه فوریه سال 1993 نمایندگان حکومت نوی تاجیکستان برای دعوت پناهجویان به افغانستان رفتند. شیرعلی مصطفی قلوف خبرنگار تلویزیونی دولتی شامل هیئت بود. با حکم تقدیر ما امروز در مزار شریف در کمپ سخی زندگانی داریم. آن سالها در مزار شریف شمار زیادی گریزه ها را دیدن ممکن بود که حال بدی روانی داشتند. از بس که از تاجیکستان خبرهای مدهش میشنیدند، روز به روز امیدشان به بازگشت کم میشد. آنها اصلا زیر ترس و هراس قرار داشتن بودن. آدمانی که آماده بالای دریا می اومدن و از اونجا پس میگشتن، چون که جرأتی به وطن برگشتن نمیکردن. ترسشان جا داشت. گروه های مسلح در تاجیکستان بیدادگری میکردند و مقامات حفظ حقوق توانایی محافظت مردم را نداشتند. بعضی نفرهایی بودن که خلل میرساندن، لکن
اون معنی رو نداشت که باید که اونها در افغانستان میمونده. هموطنان دور از وطن، شعبه مکتوب‌ها و آموزش افکار عموم برنامه نوبتی را برای هموطنان دور از میهن آغاز می‌کند. برای ژورنالیستان در این کار جایگاه خاصی قائل بودند که مردم را از دو طرف آمو به هم بپیوندند. اولین نامه‌ها را از اردوگاه‌های پناهندگان به برنامه خاک وطن نمایندگان حکومت و کارمندان سازمان ملل متحد آوردند. من 2 بار ثبت گریزها را در اداره و بینای امنیت به انجام رسانده بودم و به فکرم اولین نامه‌ها را نیز کارمندان امنیت آورده بودند. برنامه خاک وطن دوام 5 سال 800 مراتب نشر شده است و در آن 200,000 نامه خواندند. 110,000 نفر از 2 ساحل آمو به همدیگر نامه نوشتند. ما شب و روز رادیوی تاجیکستان رو گوش میکردیم و برنامه خاک وطن رو فقط انتظار بودیم که کی برنامه خاک وطن ما رو به تاجیکستان دعوت میکنند. این آواز شهرستان نباتوف است که 23 سال پیش در برنامه خاک وطن صدا داد. او سال 1992 از ناحیه شهر توز همراه صدها نفر آمو را عبور کرده به افغانستان گذشتند. آنجا رهبری زنان فراری بود. صدای موسیقی خاک وطن بلند صدا میداد، همه مردم جمع می شدن زیر همون یک رادیوی کوچیکی که در اونجا بود، زیر اون می نشستن. صدای کسی بلند نمی شد، همه انتظاری صدای خشتباری خود بودن، انتظاری می کشیدن که کنی از خشتباری کی برآمد میکند و بچه‌ای که یا پسری که یا دختری که برآمد میکند و پدر و مادر یا که خواهر و برادر خود رو برای برگشتن به وطن دعوت میکند. بگویم که همین جنگ سر شد در تاجیکستان، خوشبختانه بگویم که مردم تاجیک زودتر فهمیدن که جنگا مفهوم و فایده نداره. شیرعلی مصطفی قلوف 9 مرتبه به اردوگاه‌های پناهندگان تاجیکستان در افغانستان سفر کرده است. سلسله برنامه‌های او را با نام بازگشت و وا غریبات در تلویزیون دولتی نمایش می‌دادند. همون وقت گریزها هر یک برنامه‌ای که از طریق رادیو خاک وطن پخش کرده می‌شد یا که سلسله برنامه‌های وا غریبی، آنها رو مردم حتی ثبت می‌کردن، آورده یک بار دیگه تماشا می‌کردن و بین یکدیگر پهن می‌کردن. محققان میگویند برنامه خاک وطن و نمایش‌های وا غریبا و بازگشت برای برگردانیدن 800,000 پناهنده نقش مؤثری داشته است. خاک وطن چند مؤلف داشت. یکی از مؤلفانش ثریای شجاعت در جنگ شهروندی پدر و برادر را از دست داد. او میگوید نقل قصه های پناهندگان در برنامه های او به این خاطر پرسوز و گداز بودند. به این وسیله میخواست در محیط جنگ و بیرحمی ترحم را در دل آدمان بیدار سازد. حالا نیز من راستی وقتی که من اون ورق‌های زرد که در ماشین که ما با دست چاپ میکردیم ورق گردانی میکنم، حالا نیز آن روزها پیش رویم میاند، حالا نیز اشک گلوگیرم میکند. 5 سال عمر این ژورنالیستان به انعکاس وضع پناهندگان بخشیده شد. لحظه های تشویش آور و رقت آور را پس سر کردند. گاه‌ها آنها را به طرفگیری، نگفتن حقیقت عیبدار میکردند، اما خودشان میگویند به حدی که میتوانستند رسالت روزنامه‌نگاریشان را اجرا کردند. رو می‌آوریم به موضوع‌های دیگر. صبح سه‌شنبه 27 ایون بر اثر ترکیش موشین در مرکز شهر کیف یک پالکوونیک اداره اکتشاف نظامی اوکراین به هلاکت رسید. وزارت مدافع این کشور حادثه را عمل تروریستی عنوان داده افزوده است که در نتیجه حمله افسر ریاست اکتشاف وزارت مدافع پالکوونیک ماکسیم شاپوال هلاک شد. درباره مسئول حمله چیزی نگفتند، ولی وزارت امور داخلی اوکراین تاکید کرده است که بر اثر ترکیش موشین راننده ففتیده چند راهگذر مجروح شد. از زمان آغاز نزاع با جدایی خواهان در شرق اوکراین در سال 2014 هم ترکیش و بمبگذاری ها بیرون از منطقه نزاع افزایش یافتند، ولی بمبگذاری موشین حادثه نادر به شمار می رود. بار آخر ماه ایول سال گذشته در مرکز کیف بر اثر ترکیش موشین روزنامه‌نگار شناخته پاول شیرمت کشته شد. ماموریت پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ یک جنگجوی پاکستانی را تروریست سطحی جهانی نامید.
روز دوشنبه دونالد ترامپ در قصر سفید سروزیر هندوستان نریندرا مودی را به حضور پذیرفته از او سپاسگزاری کرد که در مبارزه با تروریسم افراطی اسلامی از آمریکا پشتیبانی میکند. در عرفه سفر مودی دپارتمنت دولتی آمریکا بر ضد سید صلاح الدین معروف با نام محمد یوسف شاه رهبر حزب مجاهدین کشمیر که در پاکستان قرارگاه دارد تحریم اعلام کرد. دیروز قصر سفید به سوریه هم هشدار داد. قصر سفید میگوید به نظر میرسد حکومت سوریه به یک حمله کیمیایی شبیه عملیات 4 اپریل که حیات 10 نفر را از بین برده بود آمادگی میگیرد. روز دوشنبه 26 ایون قصر سفید ابراز داشت ظاهرا حکومت سوریه اقدام‌های روی دست گرفته است که قبل از حمله کیمیایی ماه اپریل عملی کرده بود. در جواب با آن حمله پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ موشکباران پایگاه نظامی سوریه را فرمان داد. جان سپایسر سخنگوی قصر سفید تاکید کرد که هدف ایالات متحده آمریکا محو گروه دهشت افکنی دولت اسلامی است، ولی اگر پرزیدنت سوریه باز به یک کشتار دست جمعی توسط سلاح کیمیایی دست زند، او و نظامیانش نرخ گران آن را پرداخت خواهند کرد. ماه اپریل در پی حمله کیمیایی که حیاتی کمش 70 کس را از بین برد، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا موشکباران پایگاه هوایی شهرات سوریه را فرمان داد. سوریه راه اندازی حمله کیمیایی را قاطعانه رد کرد. موشکباران پایگاه سوریه واشنگتن را در مخالفت با روسیه اتفاقچه کلیدی حکومت پرزیدنت سوریه بشار اسد در جنگ 6 ساله شهروندی این کشور قرار داد. برنامه را ادامه میدیم. روز دوشنبه سخنگوی پرزیدنت روسیه دیمیتری پیسکوف در صحبت با خبرگزاری اینترفاکس گفت که پیشنهاد رئیس جمهور قرقیزستان المازبек اتنبویف در مورد ارسال نیروهای مسلح روسیه به مرز قرقیزستان و تاجیکستان را شرح نمیدهد. روز 24 ایون در جریان زیارت از جمهوری تاتارستان روسیه المازبek اتنبویف گفت که موقع نیروهای طالبان و نیروهای تروریستی دولت اسلامی در حدود افغانستان تحکیم یافته به امنیت قرقیزستان تهدید میکنند. تاجیکستان با قرقیزستان تقریباً 1000 کیلومتر مرز مشترک دارد. حکومت تاجیکستان نیز تا هنوز درباره پیشنهاد مستقرشوی نیروهای روسیه در مرزش با قرقیزستان عکس‌العمل نشان نداده است. برمیگردیم به تاجیکستان. در نتیجه باران و سیل زیاد شام دیروز در یکی از روستاهای شهر پنجاکند 16 منزل آسیب دیده است. کمیته حالتهای اضطراری تاجیکستان میگوید در عموم 6 خانه زیر گل مانده، 10 منزل دیگر ضرر دیدند. نواری را که شما میبینید یک کاربر رادیو آزادی فرستاد و در آن دیده میشود که چگونه لای و گل زیاد در روستای اماندره جاری میشود و دیوار خانه ها هم تا نیم زیر گل ماندند. آب سیل قسمتی از درگات سیلگذر را ویران کرده، در نتیجه کشتارهای مردم و چند راه بین روستاها در جماعت اماندره خراب شده است. و در روزهای گرم تابستان امسال صاحبکاران آلمانی در برلین وسیله نوی درآمد را پیدا کردند. آنها به استحصال یخماس‌های الکلی پرداختند. به ادعای استحصال کنندگان آنها با یک تیر دو نشان میزنند. محصولات آنها هم تشنگی را میشکند و هم طلبات دوستداران نوشابه‌های الکلی را قانع میکند. یخماس الکلی برند نوی تابستان امسال در برلین است که دمای هوایش چند هفته به این سو از 30 درجه پایین نآمده است. استحصال کنندگان یخماس نو باور دارند که در چنین گرمی طاقت فرسا محصولات آنها طلبگاران زیاد خواهد داشت. به گونه مثال در فستیوال موسیقی که در پایتخت آلمان برگزار شد تقریبا همه شرکت داران چنین یخماس داشتند. الکس نیز استثنا نبود. من جین تونیک دارم خورد ولی تاثیر بخش است. خوشحالی می بخشد. یخ، جین و تونیک باز چی لازم است؟ فلیکس ردرر رهبر شرکت استحصال کننده میگوید که ترکیب یخماس همش محصولات طبیعی است. یخماس‌های ما از روی 6 طعم آماده می شود و 11% از الکل عبارت است. ما تنها میوه تر و تازه استفاده میبریم. شربت قلفینه، مانگو، جین تونیک و نوشابه مسکوی داریم. همه آنها خوبند. برنامه ما انجام یافت. خدا نگهدار.